از دختری میگویم که همیشه باور داشت کشورش بهترین کشور دنیاست. هنگامی که کره شمالی را ترک کردم کم کم متوجه شدم همه جا از کشور من به عنوان نماد شرارت نام میبرند. اگر شما هم کنجکاوید که کشور عجیب و مرموز کره شمالی چه وضعیتی داره؟ تنها رنگی که از شهر به چشم می‌خورد عکس رنگی کیم ایل جونگ روی دیوار ساختمانی بود که از دور به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسید شهر خراب و ویران شده و هیچ چیزی تغییر نکرده بود. و مردم کره شمالی در چه شرایطی زندگی می‌کنند؟ چشمانداز برهنه از درختان شده بود. مردم در جستجوی سوخت بودند، چرا که با آغاز زمستان باد سردی از کوههای منچوری شروع به وزیدن کرده بود. برقها مرتب می رفت و دیگر به جایی رسید که به ندرت می آمد. کتاب دختری با 7 اسم خود زندگی نامه‌ایه که شما رو با دختری همراه میکنه که در این کشور متولد و بزرگ شده، اما یک شب از شبی میگویم که این دختر از روی رودخانه یخزده گریخت، اما زمانی فهمید که دیگر نمیتواند به خانه و نزد خانواده‌اش برگردد که خیلی دیر شده بود. بیخبر از تمام استرس ها و استراب های پیش رو، قلبم شروع کرد به تند زدن، اما خودم را مجبور کردم تا آرام بمانم. بدنم در وضعیتی اضطراری قرار گرفته بود. احساس می کردم که اصلاً وجود ندارم. می خواهند ببینند من دروغ می گویم یا نه. و بیخبر از سختی ها و مشقت های خانواده. مادرم از داخل سلول صدای گریه ها و ناله های برادرم را زیر شلاق می شنود. امیدوار بوده که برادرم خیلی زود اعتراف کند، اما مینهو این کار را نمی کند. دقیقه ها پشت هم سپری می شود. مادر دیگر طاقت نمی آورد. در آهنی سلولش را تا جایی که توان دارد محکم می کوبد و فریاد می کشد که به هر چه آنها می خواهند بدانند اعتراف می کند. و در نهایت یک داستان واقعی پرفراز و فرود که تردید همواره بخشی از این ماجراست. هر چقدر هم از کشورم دور شوم باز هم جاذبه‌اش رهایم نخواهد کرد. حتی برای کسانی که در آن کشور رنج زیادی کشیدند و از جهنم فرار کردند هم ممکن است زندگی در دنیای آزاد چنان دشوار باشد که برای کنار آمدن با آن و یافتن خوشبختی دست و پا بزنند. حتی بعضی از آنها تسلیم می شوند و به زندگی در آن جای تاریک برمی گردند. درست مثل خود من که وسوسه شدم برگردم، آن هم بارها.